سلام، طاهری سفر هستم و با اخبار امروز چهارشنبه 26 اوگوست همراه شما. مقامات انتظامی تاجیکستان یک ساکن یوونرو که از پیوستن به گروه دولت اسلامی و سفر به سوریه را داشته است دستگیر کردند. در ریاست مبارزه با جنایت‌های سازمان یافته در ولایت خطلون به رادیو آزادی گفتند که یوسف حکیمزاده 25 ساله را مقامات ترکیه در مرز با سوریه دستگیر کردند و سپس به تاجیکستان بازپس فرستادند. مادرش میگوید هیچ تصور نمیکرد که پسرش عزم داشت به صف جنگجویان گروه دولت اسلامی بپیوندد. خواستم بود قرض قوله کردیم و دور کردیم شه. با این مکتب باید بیستم دینا میرفت درس چی میکرد که بیستم نوشیده خیلی بود تهمت کردن. دیگه من یگون چشه اپجون خوارجون یگون چشه نمیدونم تا همی آمد تا روزی همی مکتب چی کردنش قطیم دامی سوخوز ده گکتور زمین دارم قطیم جمجم میکردین پخترم سر میکنم چیندنم. این جوان تاجیک را اول ماه اوگوست دستگیر کردند و این زمان او در بازداشتگاه موقتی شهر دوشنبه نگهداری می شود. مقامات تاجیکستان می گویند تا کنون بیشتر از 500 شهروند کشور و اکثرا جوانان به جنگ‌های سوریه و عراق رفتند و 150 نفرشان نیز کشته شدند. امروز در شهر دوشنبه محاکمه دو سرباز پایگاه نظامی روسیه در تاجیکستان به پایان رسید که هر دو نفر به قتل بیرحمانه یک راننده تاکسی در تاجیکستان متهم می شدند. دادگاه نظامی پایگاه 201 روسیه دو سرباز این پایگاه ایلدر سخپوف و فیودر باسیموف را به قتل رحیم جان تشبایف راننده تاجیک گناهکار دانست و هر دو را به سالهای طولانی زندان محکوم کرد. فیودر باسیموف به 17 و ایلدر سخپوف به 13 سال زندان محکوم شدند. با گفته مفتشان این دو سرباز روس روز 19 اوگوست سال 2014 رحیم جان تشبایف را در دوشنبه برای پول سر بریده و جسدش را در نزدیک کوله در ناحیه رودکی انداختند. مقامات انتظامی تاجیکستان سربازان روس را بعد از 7 روز این حادثه دستگیر کردند. وزارت مالیه تاجیکستان گفت مزد کارمندان نهادهای دولتی ماه آینده بالا برده نمی شود زیرا بحران مالی و کم شدن درآمد بودجه به پرداخت پول بیشتر از جمله به معلمان و طبیبان اجازه نمی‌دهد. در این باره روز 26 اوگوست به رادیو آزادی در وزارت خبر دادند و گفته مقامات وزارت مالیه ممکن است مزد کارمندان ساختارهای دولتی 2 ماه بعد بالا برده شود ولی نه به حدی که در اول وعده داده بودند. امام علی رحمان رئیس جمهوری تاجیکستان ماه ینور امسال گفت مزد کار کارمندان دولتی و حفظ حقوق ماه سپتامبر 15% و مزد کار دکتران و معلمان 20% بالا برده می شود. اما از ماه نوامبر امسال مزد کارمندان این عرصه ها 10 و 15% افزایش می یابد. مقامات شوئد میگویند دولت روسیه یک نفر متهم به سویقست به جان روحانی ازبک عابدخان نظرف را به مقامات شوئدیا سپرد. کریستین پترسن مفتش دادستانی شهر استرامسوند شوئدیا روز 26 اوگوست به رادیو آزادی گفت این گمانبر شام 25 اوگوست تقریبا ساعت 19 به استکهلم آورده شد. او در روسیه از ماه ینور در بازداشت قرار داشت و بررسی پرونده استردادش قریب 8 ماه طول کشید. اسم گمانبر مخفی نیست. این یوری ژوکوفسکی و سنه تولدش ماه اپریل سال 1978 است. او با خود شناسنامه ازبکستان را داشت. یک فردی ناشناس سال 2012 به عابدخان نظرف روحانی مخالف دولت ازبکستان 4 تیر زد و او را سخت زخمی کرد و او تاکنون در بیمارستان بوده است. هواسنجان در تاجیکستان میگویند ممکن است سالهای نزدیک فلاکت‌های طبیعی به مثل سیل و آبخیزی در کشور زیادتر شود. متخصصان تاجیک روز 26 اوگوست در نشست در دوشنبه گفتند تغییر با صورت اقلیم و بالا رفتن حرارت در تاجیکستان میتواند سبب سیل‌های ویرانگر نه تنها در مناطق کوهستانی بلکه در دامن کوههای سرحالی در تاجیکستان شود. در یک همایشی که با مساعدت فاکوس یک سازمان بین المللی امدادی در دوشنبه صورت گرفت گفته شد که تا سال 2050 حرارت در وادی‌ها تا 1.5 درجه و در مناطق کوهی تا 0.6 درجه بالا می رود. ماه ایول امسال هوای گرمی غیر مقرری سبب سیل و آبخیزی در بدخشان و رشت شد و در این آفت‌ها
8 نفر کشته شدند و صدها تن دیگر بی‌خانه و درماندند. رئیس دادگاه عالی تاجیکستان میگوید برای مکمل کردن نظام دادگاهی و تامین عدالت دادگاهی کارهای زیاد مانده است که باید انجام داده شود. شیر محمد شاهیان رئیس دادگاه عالی تاجیکستان روز 26 آگوست در این باره در حاشیه همایش در موضوع استقلالیت و حاکمیت دادگاهی در دوشنبه صحبت کرد. او این زمان گفت دادرسان نیز باید در تامین عدالت ضمن محاکمه‌های دادگاهی کوشش کنند. برای با پورگی تامین کردن مستقلیت حکومت سودی، برام برداشتن مقام و مرتبه سود در جامعه و تامین همه طرفه عدالت و حقیقت در جامعه باید کارهای زیاد از جانب مقامات سودی و سودی‌های جمهوری باید عملی کرده شود. در همایش شهر دوشنبه نمایندگان حکومت، مقامات قانونگذار و نمایندگان سازمان‌های بین المللی حضور داشتند. در تاجیکستان شکایت از کار دادگاه‌ها زیاد است که ضمن محاکمه‌ها دادرس‌ها بی‌عدالتی می‌کنند و سازمان ملل هم گفته است نظام دادگاهی تاجیکستان پایبند حکومت اجرایی است و بر اساس فرمانده‌های حکومت عمل می‌کند. و اخباری از این هم بیشتر در وبسایت رادیو آزادی، در صفحه‌های ما در فیسبوک، توییتر و یوتیوب و هم زمینه مخصوصی رادیو آزادی برای تلفن‌های همراه.